سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به این ویدیوی. در این ویدیو که بخششیم انا کتاوی یک دوره بخشش ما آموزش میدیم. یک دسته ویدیو که بود کتاوی رفت آمد بود، این دفعه که بخششیم یک دوره را آموزش میدیم. سنخ را مثل که قبلا که قربان کردیم زنجیرک را همه قسم یک گیری میزنیم. سن را تر میگیری، این قسم سن را بگیری و کم میگیری. اینجا که کش کنی کسا گیری مفته، این قسم یک گیری افتاد. گیری که افتیده ایره چادر خوازی دوست طرف شه، دستم خود دادم باشد دیگری طرف شی و طرف باشد تا که تاز نورست دیگری نشنه. دیش که تمیج دسته شیخ که بند بود، شیخ را دسته چادر این با قمنده اضافی شرخنج که دست مکه میدی که تا شو نخرید. دوباره تدان شیخ تار میدیم، تدان شیخ تار دادم دا چادر میزنم. دفعه این قسمی زنجیرک دارم که در خود چادر دهیم. دوباره هیچ چادر چرخ میدیم. این دفعه دیگری طرف چادر سم خودیم شونه روز طرف شی او طرف شونه زنجیرک نم. ایره به اندازه کشن که الگو کی بند کنی ایر در ما اندازه زنجیرک نظر در خود الگوی دم که چند چقص الگویه. ایر از دل همه قسم ها بند کدام که از خاطر که آموزش بیدیم که آموزش یک دوره دیگه اینه بخشش فقط که ما قسم آموزش میدیم. ایرم تزدیل بند کدام دیگه. شما نظر در الگوی خواهد چند الگو بود، اما خانهش حساب کرد که چند خانه یا خانهش را بخشش میگیم که کدام خانه رو باید حساب کنی در مو اندازه زنجیرکش میزنی. ما زنجیرکش بسه پس روی چادر چرخ میدیم. دوست طرف اسم خود میشونه دیگری طرف شو طرف میشه. به اندازه 3 زنجیرک اول دفعه که ددان شیخ تار میدیم به اندازه 3 زنجیرک رو جدانم. در زنجیرک کسه در زنجیرک از مو کسه 3 تاره در یک تاش بال ننم، 2 تاش دبل شیخ بال، 2 تاش شیخ رو بال دم. اینا دفعه از 2 دنش میشونیم از دنش نهکشم. این قسمی ای بند میشه. اینا رو تدان شیخ تار ده در بین ازی امی که 3 دنه زنجیرک رو جدا ده در بین ازی کرمک میزنم. این خسیره کرمک دم کرمک کرد من دال ددان شیخ 2 زنجیرک نم، 2 زنجیرک کرده ددان شیخ تار میدیم. 2 زنجیرک گر جدانم یک 2 زنجیرک رو جدا نی گفتم که زنجیرک از مو 3 دنه تاره دبای از یک دنش نمیگیری از 2 دنش بالنی. گره میخواستم از 2 دنش بالنی از یک دنش بال ننی. اگر از یک دنش بال نی که تا از مو شخ میشن دو خطیر او باید 2 زنجیرک 2 دنه زنجیرک از ایش را جدا نی
گفتم از یک تاش بالنی از 2 دانه تاش بالنی زنجیرک منی در کل کس 3 دانه تار مفتاده بنچی. یا که اینجا 3 زنجیرک از اون کپره شد دیگه زنجیرک نمانده. در اینجا کسا تتان 1 دانه زنجیرک نم 1 زنجیرک نم دوباره پس هم اینجا میزنم تا 1 بندک می بفتده اینجا. بعد از این دفعه چادر میزنم تتان شیخ تار دیده خودی چادر میزنم پیشش قدر پتر نمیزنی که او قدر شلمه انت برابر نیست در خود چادرم که زدم در اینچ کسا 2 دانه وقت نمیتونید که 1 دانه دهید اما 2 دانه کسا خوب بیشتر باید دوباره روی شیخ تار میدیم روی چادر خواه تدان شیخ تار دیده در بین امزی 1 زنجیرک کچور داده 1 در بین ازی میزنم ایشره در بین ازی که زدم 2 دانه نار پسند دادن شیخ تار میدیم دوباره هم اینجا میزنم این دفعه 1 دانه پسند 1 دانه 1 زنجیرک در بین ازی ها 1 زنجیرک دوباره دندو خانه میزنم این دفعه دادن شیخ تار داد دوباره پسند اینجا میزنم دفعه 2 زنجیرک در خودی که تاود نمی بنچی دیگه ویش که در زنجیرک با مزیش دادم که چی گناه دید دیگه گفتم که در 1 زنجیرش در 1 دانه تاش بال ندید تاش تقسیم منی در وسط میزنی اینجا دیگه زنجیرک از هیچ کس مثلی زنجیرکی خانه بندیش مثل خانه بندی امروز 1 دوره نه رفته مدلی میشه یه اسم 1 طرف پر میشه و پس از تمام چادر از این سر تا و سر 1 دفعه بفتم شد
یک کسی از یک دوره میتو گفتشت موره. در اینجا که رسیدید میتونید که را در پین فرق نکه در شدید میتونید که یا دنزی یک دنه گلی در کرمک یعنی اینجا دهید یا یک دنش در یک دنش که ندهید میتونید که در دو دنه دهید در دوم نکوکشی یک کسا در پین چی میزنی یک کسا در سرونچ نمیزنی سرون ازی شخ میشه چون کرمک مایم زو خاطر باید پین ازی دیدش دوباره یک دنه زنجیرک نم یک زنجیرک دم دوباره پس همانجا میزنم امی قسمی یه در اینج که از روی کتاق چرخ میدیم دادان شیخ تا در اینج در بین از یک کرمک جرن دوباره کرمک از ما که آماده شد جو شد دو زنجیرک دوباره میخسمی ایشی دامم دی دیش هم که اگر گل برکنیه نال دنی منم اتنید که گل برکنید مثال کنید ما گل برنم یعنی دادان شیخ تار دیده در بین ازی خانه دهید شد نقسمی رو در اینج گل برنیم نال اینج کسا خلاص شد دو زنجیرک که کردم ایر در بین المزیز بنده کم اینج که جور دادید در بین ازی میزدم که موکی یک زنجیرک که دادید المنجی دوباره دادن شیخ تار میدیم دوباره منجی میزنم سم یک زنجیرک نم دوباره منجی میزنم دادن شیخ تار داد دوباره منجی میزنم دو بندک شکسته دو دنه در یک طرف دو دنه در یک طرف یک زنجیر یکی بین از یک زنجیرک میشه دو دنه در یک طرف میشه دو دنه در اون طرف دادن شیخ تار داد دوباره بزن در چادرم که میزنید قدر دور نزنید که آدر کتاشم جمعه و خاطر کمک نزدیکتر به خود داره
پایش میتونید که یک دانه دهید یا دو دانه دهید، فرق نداره پایش. این قسمه نیم شد آموزشی کتاوی یک دوره. گفتم کتاو را همیشه نامگذاری کید تا که بهتریت بگیرید. اینی کتاو از مگه زنیش که زنجیرک یا زنجیرک میشه، زنجیرک و خانه بندی دیگه. اینش هم زنجیرک میشه هم خانه بندی میشه، میتونید که میشه. اینیش کسا بندک میشه. پای کتاو از مومه. در کتاو یک دوره کس از بندک نمیه. در کتاوی رفت آمد بندک نمیه. در کتاو یک دوره کسا بندک میه. میتونید که بندک نکنید اما بندک کنید به خوبشتر میه. اینیش هم که کرمک. گفت منی خواستم که باشد ایش تختکاریم گرد. اینیش کلگو برنید ایر تختکاریم گرد. ایش که کرمک نامش بلدید. تشکر دوست از حمایتیم. خدا نگهدار تا ویدیویی بعد.